accept it. Luckily, our students are using these curriculums, and then they are learning lots of procedures, and then they are learning the procedures over here, and then they are going back to the hospital setting. In the hospital setting, they are having practice. They integrate this theory content over there in the hospital setting. They learn more things. به هر ولایتی که از ما اگر 5 دختر میره در یک ولایت خود چقدر خدمت به مردم خود انجام میده. تنها از نگاه واقعات ولادی ما نه، بسیار واقعات دیگه، اطفال از سوی تغذیه، اطفال از مرگ میره، اطفال چقدر ما زیاد داریم این واقعات از بین میره. شخصا من خودم تقریبا مدت 8 ماه در راغ بدخشان ایفای وظیفه میکردم. در اونجا مشکلات طبقه اوناس که من بررسی کردم، باور کنین اکثریت مادرها فوت میشد، جان خود از دست میداد. به خاطر چی؟ به خاطر که نبود پرسنل طبقه اوناس. ما هیچ نداشتیم. We have to reduce the mortality and morbidity rate of the children, and especially the maternal mortality of Afghanistan is really very high. So what we have to do is we have to enroll the female students more, as Ms. Parveen. در کنکور ما اشتراک کردم. اولین انتخاب من نرسنگ بود. خودم در ساعت فامیلم یک دکتر فامیلی بودم. بسیار از علاقه خود، از شوق و علاقه خود من انتخاب کردم. که در ولایت ما جرا مشکلات صحی زیاد بود، دیگه دکترها نمیتونن رسایی کرده، دیگه ما مسلک نرسینگ انتخاب کردیم. تشویق فامیل بود، تشویق مادر پدرم بود که باید ما این مسلک بخوانم. ما از ولایت بدخشان، ولایت بسیار دوردست است. تعامل در وطن ما نرسایی که هستن از تاجیکستان کار میکنن، از ما خود ما تشویق شدیم که باید خود ما برای در وطن خود خدمت کنیم. حضرت محمد گفته کسی که میتونه که به عیادت مریض در یک روز بره او روز تا بگه در عبادت حساب میشه. یک شب در خانه استراحت بودیم، وقت شب بود، دروازه ترقه شد، پدرم رفت واس که دروازه را که بچه یک همسایه آمده با یک بسیار وضعیت خراب طور گریه میکنه، میگه می دکتر صاحب بگو یک دفعه بیا که این مادرم بسیار وضعش خراب است، بسیار دیگه. همشیره می یکان چیزی که در خانه دوا و چیزا بود مرا خیستان گو بخیز امرای ما برو. رفتیم خانه از اونا، زن بخی وضعش خراب بود، می یکان پشکاری چیزا که برش کردیم حالتش یکم خوب شده. از اون وقت بدتر دیگه ما بسیار شوق در دلم، شوق نرسنگ آمد. دختر کلان خودم ما خواستیم که دمی شق ولادی و نسایی کار کنن و اینا رو هم زکی جان هم خواستیم دست شق ولادی و نسایی کنن. حتی پسر ما را روح الله جان هم فعلا اینستیتوت میخوانن که دکتر دندان شون. اولادای خدا میتونه خدمت از یارا کنه که یا خدمت به مردم بکنن و افغانستان ما کنن و وطن ما و برادرای ما و همشیرای ما. چون ما پیرو به قرآن هستیم و قرآن اجازه نداده که یک مرد نامحرم مثلا با یک زن نامحرم اینطور با صحبت باشن یا مثلا با یک تداویش یا در جانش دست میزنن. این شریعت نبی صاحب هیچ نگفته. مرد برای مرد گفته، زن برای زن گفته. دخترای خود برای اوناس تربیت کردیم و پسر خود برای مردمای ذکور تربیت کردیم. برای اینکه ما یک مملکت اسلامی هستیم و دیگه زنا مردای ما نظر به کلتور انانات ما که اجازه نمیده که البته باید پیش مردا برن تداوی خود کنن، زیادتر به توقع اونها ضرورت است. در فعلا که نرس زنانه نیست، ما نرس مردان هستم، تمام کار انجام میدم. اگر نرس قابل در کلینیک باشه کل مشکل مردم و خانم‌ها حل است. خانم‌ها از نگاه مریضی و از نگاه ولادت اینجا مشکلشان رفع میشه. در بخش نسایی ولادی یک حضور خانم‌های نرس قابلی ما حتمی و ضروری است، به خاطر از اینکه اینا ممد و معتمد دکتر بخش مربوطه می باشند. با وزیر به صحت عوام در جریان بودیم، اونا گفتن که ما تا سال 2010 میتونیم تعداد این نرس ها را با 7000 نرس و نرس قابله ما را ارتقا بدیم. وزارت صحت عامه در این بخش فعالیت‌های زیادی را در تمام ولایات کشور انجام داده که یک تعداد زیاد طبقه اوناس تحت آموزش گرفته شده و یک تعداد قابله‌ها در سالهای اخیر فارغ شدند. بهتر است که از طریق دکترای طبقه اوناس و تداوی شود. نه دکترای مردی نه، به خاطر اینکه اکثر اوقات شنیدیم از پیش برادرها که همین تقاضا را کردیم که بالای دکترای اوناس ما باید طبقه اوناس باشه. موږ غواړو دولت چې د زنانو بخش یو ځای او د مردانو بل ځای، زنانه ډاکټري ته زنانه مریضانو ته باید زنانه ډاکټري وي. هیچ وقت دولت‌ها نتانستند به صورت یک جانبه مشکلات شهروندان را حل بکنند. معتبر داخل بیبی که زن است یا مرد،
اگه زن بگه زن است خون اجازه میتشه، اگه نه که بگه مرد است حاضر نمیشن بر معاینات ترا. وقتی در یک خانواده هیچ کس حاضر نیست که خانم خانواده به کارمند صحی مرد مراجعه بکنه، باید خود خانواده و خود اجتماع هم در رابطه به فراهم آوری کارکنان اناث و زنانه سهم داشته باشه. اگر بعض فامیلا میشه که اجازه ندن دخترای خود که به شفاخانه کار کنند، میتونن که به خانه خود کار کنند. صرف نظر از اینکه آیا اینا تحصیلات به اصطلاح اکادمیک و مکتبی دارن یا ندارن، به مراجع صحی معرفی کنند تا ما با آموزش این خواهرای خود به حیث نرس یا معاون نرس یا حتی به حیث کارکنان محلی زنانه اینا را تربیه بکنیم تا به خاطر خودشان، به خاطر خانواده هایشان و به خاطر هموطنهای ما که در محلات دوردست زندگی میکنن استفاده کنیم. همین مستفیدا که از فیصله کردن و گفتن که فرزندای ما، اطفال ما مثلا برن داخل مکتب وجود درس بخونن، سواد بیاموزن، وقتی که مثلا علمشان ترقی کرد برن مثلا در پنزه طب بوجا که از طب بخونن، دکتر شون، نرس شون. مکتب بریم به این خاطر دوست داریم که درس یاد بگیریم که سبق باز مسجد بریم. پیغمبر خدا خودش میگه که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. میگه طلب علم شرعی میگه یکی از فرض از بالای زنم و بالای مردم، باید در دوش میگه بیاموزه درس. خودت دوست داری در آینده چی کاره شوی؟ این دکتر. میخوایم قاری قرآن شو. دوست دارم که عسکر شم. انجینیر باشم. و کلان شدم رئیس جمهور باشم. چی شم؟ دکتر ملم. من میخوام کلان شم قاضی شم. میخوام باش که دکتر شم. که دکتر شم. میخوام ملم شم. نرس شم. کار مدرمت پیش برم.